از قرآن. درست است مردم جهان میگو قرآن از مسلمانان کلا تایید کرده، کل جهان هم تایید کرده است. درست است همین قرآن، من از همین قرآن با خبر هستم. اگر از همین قرآن به خبر می بودم شما میگفته به خبر است. مگر من میشه که درس نخوانده باشم؟ درس خوانده ایم، سواد دارم. نمیگم که سوادی ندارم، بخوانم برایتان، تا نمیگم که نمیخواند. از اولش براتان میخوانم، بس یک آیت را برایتان میخوانم. نگاه گفت الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین آمین. الحمد شروع کردم، سخنرانی خود را برایتان گفتم. لله که سرتان باور دارم، سر 3 نفر. الرحمنی که خیلی بارحم هستند، خیلی انسانی بارحم هستند 3 نفر. الرحمنی که خیلی بارحم هستند. مالک یوم الدین مگر پادشاهی روز جزا هم اونا هستند. پوتین است، ترامپ است، رئیس جمهور کره شمالی است. یا که نبودو آن کسانانی که دیگر مردمایی که حرفای پوتین را، سخنرانی پوتین را در جهان گوش میکنند، از ترامپ را گوش میکنند، از رئیس جمهور کره شمالی را گوش میکنند. الرحمن که رحیم مالک یوم الدین یا که نبودو آن کسانانی که غیر الغایب شدین، دروغ گفتین برای مردم جهان را فریب دادین. کدام فریب دادین؟ پوتین فریب نداده است، ترامپ فریب نداده است، چین پینگ فریب نداده است، دیگر انسانایی فریب دادین. اهدنا الصراط المستقیم، ما شما روی مستقیم، دست مستقیم، دستی داریم با شما دراز کردیم، دست خود را بر شما دراز کردیم. غیر که غایب شدودن، ولد دالین با همون زالی که در قلبت است یا در مغزت است یا در گوشت است یا در چشمت است یا در بینی. اینا نبگوید که مردم جهان نمیفهمد از قرآن. این قرآن است. این قرآن را تک تکش را در جهان، حرف پوتین از ترامپ، از رئیس جمهور کره شمالی در کتابای دینی در جهان نوشته شده است. مردم جهان آگاه باشد. با نبگویند که نمیفهمید، میفهمم. قسم خوردم، قسم است برایم که برای پوتین در جهان خیانت نمی کنم. مردم برای ترامپ خیانت نمی کند، برای چین پینگ خیانت نمی کند. مردم جهان دست خود را سر همون کتابی که این قرآنی که در پیش من است در کل جهان وجود دارد ندارد. تنها در کشورهای مسلمانی فکر میکنم مردم جهان وجود دارد. 4 کتابی است در کل جهان، در کل کشور وجود دارد ندارد. مردمای جهان از قرآن بیخبر هستند. نام خود را مسلمان ماندین، اوناس مسلمانی خود بیخبر هستند. دروغ گفتین مسلمان من هستم که هر حروف حضیرا من در جهان حرف پوتین را باور دارم، حرف ترامپ را، حرف رئیس جمهور کره شمالی را. چه مردم جهان خوش باشد چه خفه باشد، مسلمانی بخواهد قیمت جربس کند، از قرآن بگوید، از قرآن از هر چیزی بگوید با من بیاید ملاقات بکند. مستقیم باش، با سخنرانی میکنم، مستقیم باش، حرف خود را میزنم. او تو مسلمانی هم بدون من در جهان نیست، او تو مسلمانی هم مثل من در جهان نیست که از این قرآن با خبر باشد. او تو مسلمانی هم در جهان پیدا نمیشد. مسلمان من هستم. اگر من مسلمان هستم، اگر من کافر هستم، اگر من بیدین هستم، اگر من مذهب دارم،
اگر در جهان کل شما مذهب دارید، دین دارید، مذهب دارید، حرف پوتین در زمین نوشته است. پوتین از ترام نوشته است، از چین پینمون نوشته است در همین قرآن. نبگویی که نوشته نیست. در کل کتاب‌های دینی، در کتاب‌های آسمانی زمینی در جهان نام 4 نفر نوشته است. دروغ نگفتیم براتون، راز گفتیم. اگر من دروغ نگفتیم، راز گفتیم. او تو مسلمانی در جهان نیست. او تو انسانی هم نیست که بیاید پیش روی من بگوید آقا من رو کمک بکن. من روی چشم خود کمکش میکنم. من منتظر کمک پوتین از ترام از رئیس جمهور کره شمالی مانم. اگر شما فکر بکنید این قرآن است، نامتان نوشته بود. اگر نامتان نوشته نمی بود، من نمیتونستم بشناسم. نامتان در می کتاب نوشته است. مگم در می کتابی که وقتی نامتان نوشته است، هر حرفی که در جهان از روز اولی که بر دنیا شما 3 نفر با من آمدید، بالاخره در همین کتاب جاسازی شده است، نوشته شده است که از همین کتاب کل سیستم جهان این را نمیگویند که قرآن است. هیچ فرق نمی کند، کتاب است. خب کلش یک کتاب است. اگر بستش کنیم یک کتاب است. میگه آیه قرآن چه خوب دلکش است، 6666 است. تمام. با نبوی مردم جهان که دروغ گفته است. مسلمان مثل من پیدا شود، من یک تا حرفش را برش میپرسم، اگر پاسخ من را جواب داد، او دوری مسلمان فقط من هستم. دیگر مسلمانی در جهان وجودی ندارد. دروغ گفتیم کل مسلمان. آقای پوتین خودم میشناسید، ترام هم خودش میشناسد، رئیس جمهور کره شمالی هم خودش میشناسد. وقتی که میگیم قرآن است، چرا این میلش بالاست در جهان؟ چیزی که پوتین دارد در خانه خدا جور کرده است، بالاخره این سیستمش را پیش از اوی که قرآن در جهان نازل شود، کتاب آسمانی در جهان نازل شود، پیش از اوی سیستمش در جهان کار شده. مردم جهان که وقتی 4 کتاب آسمانی رو برای ما شما آوردن، که 4 کتاب آسمانی رو ما شما بخونید.